من چند وقت پیش که حالم خیلی بد شده بود رو به آسمون کردم، گفتم خدای من شفا بده، این چه حالتیه که تو وجود من دارم میمیرم مثلا. همون لحظه 2 ماه بود با داداشم صحبت نکرده بودم، بعد یه دفعه به من تکست میده همون لحظه و میگه که رضا یکی از دوستای قدیمی من سرطان نخاع داشته و اصلا خوب نمیشده، هر دکتری رفتن جوابش کردن و میگفت که با آهنگ باطل شده تو یه انرژی بهش دست داده که تونسته مریضی خودش رو درمان کنه، شفا بگیره. دقیقاً زمانی که من دارم از خدای خودم میخوام که خدای منو شفا بده، حالمو خوب کن، یه پیام به من میرسه که یکی با موزیک تو شفا گرفته، اونم از قطع نخاع. من یکیم، من یه آدمیم که فقط کلمات استفاده کردم، سعی کردم روند زندگیمو حفظ کنم، طی کنم، ببرم جلو، ولی یه چیزایی بالاتر، یعنی وظیفه اجتماعی بالاتر داره توی من اثرگذاری میکنه توی اجتماع. اون چیزا که تو تاریکی بهت گفتم تو روشنایی بازش کن، هرچی که راه میری دل گشنه سعی جان تو رامش کن.